درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما سلسله کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 84. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. اگیسیلای باب ششم. به نظری من اگیسیلای بیچون و چرا اثبات کرد که وی دلیری و شجاعت دارد، زیرا همیشه آماده بود که به مقابل دشمنانی تواناترینی برخیزد که به دولت او و ایلاد تهدید می کردند. در مبارزه به مقابل آنها خودش همیشه در صف پیش بود. هر دفعه‌ای که دشمنان به جنگ راضی می شدند، آنها را به یگان ترس و هراس به فرار مجبور می کرد و با همین به پیروزی نائل گردیده با شکست دشمن در نبردهای مستقیم و سنگین کارنامه شایسته و از شجاعتش یادگاری های جاودانه می گذاشت و خودش هم در بدنش نشانهای آشکارای شجاعتی در جنگ نشان داده را می برداشت. از این رو آنهایی که می خواستند درباره صفتهای معنوی او بها دهند، این کار را نه در اساس آوازه ها بلکه از روی مشاهده های شخصی انجام داده می توانستند. با وجود این به کارنمایی های حربی اگیسیلای نه تنها از روی کارنمایی های به دست آورده او عادلانه داوری کردن ممکن است، درباره کارنمایی های وی محاربه های حربیش بیشتر شهادت می دهند. پیروزی های او در حالی که دشمن از جنگ دست می کشید اهمیتی کمتر نخواهد داشت. در این موردها او بی توکل و با فایده بیشتر برای دولت و هم پیمانهای سپرت غلبه به دست می آورد، چونکه حتی در وقت مسابقه های ورزشی غالبان را به شرافت از مبارزه دست کشیدن حریفش نه کمتر از آنهایی که در نبردها بر دشمن غالب می آیند جایزه می دهند. کدام عملیاتی که او به سامان رسانیده است از حکمت او گواهی نمی دهد که همیشه اراده وطنش را با آمادگی بزرگ به جا می آورد و نزدیکانش کمک رسانده دوستانی وفادار پیدا می کرد. جنگاورانی اگیسیلای در یک وقت او را هم دوست می داشتند
و هم به او اطاعت می کردند. مگر چیزی به این حد توان جنگی فلنگ را به مثل ترتیب و نظامی که به شرافت نظام جنگی و صداقت جنگاوران به سرلشکر و بر پایه مهر و محبت آنها نسبت به او سازمان می‌یابد تقویت داده می‌تواند؟ دشمنان احترام او را انکار کردن نمی‌توانستند، گرچند مجبور بودند که نسبت به او نفرت داشته باشند. به هم پیمانهایش باشد برای پیروزی بر دشمن با گمراه ساختن او هنگامی پیدا شدن یگان فرصت موافق در جایی که با سرعت پیشتازی لازم می آمد همیشه کمک می رساند و نقشه های خود را از او هنگامی که آن را منفعت کار تقاضا می نمود مخفی نگاه می داشت. در نسبت دوستانش در مقایسه به دشمنان خیش تماما رفتاری دیگر داشت. شبانه همه کارهایی را که اجرا شدن آنها روزانه از دستش می آمد به نقشه می کشید و روزانه آن چیزی را که شبانه پیش بینی می کرد انجام می داد و اکثرا همه را در تحیر می ماند که در کجا بوده، به کجا می رود و چی نیت دارد. نتیجه چنین طرز رفتارش این بود که قلعه های دشمن برای او به قدر کفایه مستحکم به نظر نمی رسید. یا آنها را میان بور می کرد و یا با هجوم یکباره غصب می کرد یا به مقابل آنها حیله و نیرنگ های حربی را به کار می برد. وقتی که اگیسیلای به کارزار حربی می رفت لشکری خود را با چنین صفی نظامی پیش می برد که اداره کردن آن برایش آسانتر باشد و در خاطر نگاه می داشت که اگر دشمنان می خواستند هر لحظه جنگ آغاز شده می توانست. سپاه مانند آنکه دختران خاکسارترین راه می گردند آرامانه حرکت می کرد. او می دانست که این گونه نظامی راه پیمایی پی در هم آرام، وجود نداشتنی ترس و هراس، خونسردی روحی جنگاوران را تأمین نموده از اشتباهات احتمالی نگاه می داشت. با این ترتیب امکان کمینگیری و فتنه‌بازی های دشمن نیز استثناء می گردید. با این طرز کارش اگیسیلای برای دشمنان همیشه دهشتناک بود، اما به دوستان خود با نیرو، اعتماد و احساس قوه خود الهام می بخشید. او حیات خود را در احاطه ترس و هراس با عزت دشمنان از او، با آنکه هیچگاه از جانب هموطنان مورد سرزنش قرار نگرفته، در نسبت دوستان همچون شخصی بود که ملامت نشنیده و از جانب همه آدمان دوست داشته و ستایش می گردید گذرانده است. اگیسیلای بابی هفتم. توصیف مفصلی آنکه او به دولت خود چقدر صادق بود در اینجا جای خیلی زیاد را می گیرد، طوری که من باور دارم در بین کردارهای او یگان لحظه جای ندارد که به این سخن شهادت نداده تواند. خلاصه کلام به همه ما معلوم است که اگیسیلای از مهنت رو نمی گرداند. دلیرانه خود را با خوف و خطر دچار می کرد و هنگامی که امکانی به دولت نفع رساندن پیدا می گردید نه پول و نه سلامتیش را دریغ نمی داشت و به سن پیران سالگیش نیز نگاه نمی کرد. در برابر این به وظیفه شاه حقیقی را در آن می دید که به هموطنان خود هرچی بیشتر باید
نکوکاری نماید. و قطار خدمت‌های بزرگی که برای وطنش اجرا کرده است، من اینچنین آن را هم داخل می کنم که اگه سیلای در وطن خود شخصی تواناترین باقی مانده قانونهای دولت را با دقت رعایت می کرد. حقیقتاً کی جرأتی به اطاعتی کرده می توانست که اگر خود شاه قانونها را با جد و جهد رعایت می کند؟ آیا کسی هست که خود را پایمال کننده حقوقهای شماریده جرأت تغییر دادن وضعیت موجوده دولت را داشته می تواند؟ در حالی که اگر خود اگه سیلای با آمادگی کامل قانونها را رعایت و به آنها اطاعت می کند. او حتی در دولت با حریفانش نیز مانند پدر و فرزندان رفتار می کرد. آنها را برای خطاهایشان سرزنش، هنگام انجام دادن کارهای نجیب باشد با مکافات سرفراز می نمود و در حالی به بدبختی دچار آمدنشان به آنها کمک می رساند و یگان فردی را از میان هموطنانش دشمن نمی شمارید. نیک کاری می نمود که هر کسی به طور شایسته رفتار کرده باید سزاواری تعریف گردد. نجات همه شهروندان برای او هدف مهمترین و مرگ شخصی به هر وجه صاحب احترام باعث بدبختی شخصیش بود. رعایت قطعی قانونها را گرو شکوفایی وطن خود و رفتار خردمندانه ایلینیان را عموماً اساس قدرت سپارتا می دانست. اگر فیل ایلینی گرایی را همچون شأن و شرف شمارند که آن به ایلینی ها شکوه می بخشید، پس کی و کی این گونه سرلشکری دیگری را دیده است که می تواند از استیلای شهر دست کشد، به شرطی که اگر این شهر با تخریب آن ارتباط داشته باشد و یا پیروزی در نبرد با ارتش ایلینی را برای خود بی‌ناموسی داند. وقتی که با اگیسیلای خبر رساندند که در محاربه نزد کارینف 8 نفر سپارتانی و قریب 10,000 نفر دشمن به هلاکت رسیدند، وی تماما خرسندی اظهار نکرد و آهی سرد کشیده گفت: آه، چه غم و اندوه به سر ایلاد آمده است. چونکه اگر فوتیدگان امروزه زنده می ماندند، شماره آنها کافی می بود که بر همه بربرها پیروزی به دست می آوردیم. هنگامی که شهروندانی از کارینف به درغ شده برای معتقد ساختن او سعی ورزیدند که شهرشان آماده تسلیم شوی به اسپارتانی ها است و به او وسیله های جنگی را نشان دادند که توسط آنها امید داشتند که قلعه های شهر را به تصرف خود درآورند، اگیسیلای از حمله به آن شهر خودداری کرد. در عین حال او اظهار کرد که نه برای غلام کردن شهر ایلینی بلکه برای به آرام و آسوده آوردن آن کوشش کردن لازم است. اگر ما آن ایلینی های را که به اشتباه راه می دهند نیست و نابود کنیم، پس آدمان را از کجا یافته می توانیم که بربرها را مغلوب سازند؟ اگر بدبینی نسبت به پارس ها یک خصلت عالی دانسته شود، چرا که حتی در ایام قدیم شاه آنها به ایلاد حمله کرده بود تا آن را مطیع سازد و شاه حاضر باشد، همه آنهایی را دستگیری می کند که با کمک آنها امیدوار است که به ایلاد بیشتر ضرر رساند و سخاوتمندانه به آدمانی مکافات می دهد و چنانه که امید دارد به وسیله این پول
به سر ایلین ها مصیبت های بیشمار می آرند و در بستن چنین عهدنامه صلح و آسایش حصه می گذارند که به وسیله آن در بین ایلین ها تخم دشمنی ابدی می کارند، چنان که حاضر روشن است. پس غیر از اگیسیلای باز کیست که اینقدر سعی و کوشش به خرج داده است که خلقهای تابع آنها از پارسها جدا شده اسیانگران را دستگیری نمایند و تا که شاه پارسها به دشواری‌های داخلی دچار آمده باعث تشویش ایلین‌ها شده نتواند. حتی در آن دوره‌هایی که اسپارتا با ایلین‌ها جنگ می‌کرد، اگیسیلای درباره نیک و احواری عمومی ایلین‌ها فراموش نکرده به واسطه بحر به مبارزه وارد گردید تا که به بربرها هرچی بیشتر ضرر رساند. اگیسیلای باب 8. درباره دلربایی شخصی او نیز در اینجا خاموش ایستادن ممکن نیست، چون که در زمانی که آبروی و نفوذ بزرگ داشت و بر ذم این صاحب قدرت شاهی بود و از بس که همگان شاه را دوست می داشتند و او دشمن نداشت، کسی مشاهده نکرده است که او شخصی به غایت متکبر باشد. برعکس خشم و آمیدگی و آمادگی برای کمک رسانی به دوستانش بی اختیار به چشم همه می رسید. او با خوشنودی بزرگ در صحبتها درباره قصه های عاشقانه اشتراک می کرد. همه چیزی را که به دوستانش دخل داشت با قلبش می پذیرفت. چون این ویژگی های خصلت های او مانند خوشحالی، فرح و سرور آدمان زیادی را جلب می کردند که با او بیشتر نه برای به دست آوردن چیزی بلکه به خاطر وقت خوشی گوارا تلاش می نمودند. او به ستایش خود میل از همه کمتر داشت، برای به این نگاه نکرده به سخنان آنهایی که ستایشش می کردند با خوشنودی گوش می داد و باوری داشت که با این کار آنها به کسی ضرر نمی رسانند، بلکه خود ستایش آنها را وادار می سازد که در نبردهای آینده مردانوار رفتار کنند. این چنین درباره آن باید متذکر شد که او چگونه افتخار بزرگ را در وقت ضروری ظاهر کرده است. وقتی از شاه فارس نامه گرفت که آن را فرستاده با کالی اسپارتانی آورد و در آن درباره بستن عهد دوستی و مهمان نوازی پیشنهاد گردیده بود، اگیسیلای نامه را قبول نکرد. شما گفتار 84 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی، صدا بردار کریم جان حمیدزاده.